سلام گایز، نه تکس هستم و خیلی خوشحال به ویدیو جدید. حال چطوره بچه؟ توی ویدیو اومدم امروز آموزش گرفتن اسکین های رایگان رو براتون بذارم از سایت ایزی اسکین به همراه دریافت اسکین رایگان هفتگی بدون هیچ هزینه به صورت فری از کلن خودم. قبل اینکه تو رو شروع کنیم حتما ویدیومو لایک کنید، چنلمو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلشم بذارید، روی آل بذارید که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوبتون بگه که ایدیکس ویدیو گذاشته ببینی. بله، بدون هیچ چیز دیگه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بریم سراغ اصل کارمون. شما خیلی جاها دیدید که توی اسم اکثر پلیرها easyskin.com هست. مثلا روی اسم خودم easyskin.com هست. دلیل این چیه و اصلا چرا این هست؟ ایزی اسکین یه سایتیه برای گمبلینگ و در آوردن اسکین توش. حالا به چه نحوی؟ شما وقتی وارد سایت ایزی اسکین میشید، ایزی اسکین یه کوینایی داره که ساخت خودشه. مثلا من الان 20 تا کوین دارم. من مثلا با این 20 تا کوین میتونم برم توی استور و خرید کنم. این مثلا این آیتم 7 کوینه، اگه اینو بزنم آنی بهم تحمیله. این آیتم 8 کوینه و آیتم داره تا قیمت باترفلای فری هند که فیل تسترش 100 کاه حداقل 98 رو 900 100 کاه. این واحد پول این سایت. حالا این پول چجوری به دست میاد؟ شما وقتی وارد ایزی اسکین میشید اولین بار، باید اکانتتون حداقل 10 ساعت تا 30 ساعت تایم پلی داشته باشه برای ورود به این سایت. شما نیاز دارید به 10 تا 30 ساعت تایم پلی. حالا و یه چیز دیگه هم که هست، نباید بکبند باشید، یعنی اکانتتون نباید VC بند باشه که ارور بخورید موقع جوین به این سرور. شما وقتی میاید لاگ اوتید، لاگین رو میزنید و خیلی عادی وارد سایت میشید. حالا توی این سایت وقتی شما وارد میشید توی قسمت های مختلفی داره. شما روی فری کوینز کلیک میکنید. وقتی وارد بشید به مدت محدودی بهتون هر روز هر 24 ساعت 10 تا کوین فری میده. حالا مثلا الان برای من کوین فریمو نمیده، من کوین فریمو گرفتم، محدودیتم تموم شده، مثلا هر ماه یه دونه دیگه بهم میده. این از این. اینجا داریم به اسم ارن کوین. من ارن کوین رو میزنم. من ناکوی بچه، اسم من iliadexerizeskin.com. این هم چیزایی هست بچه. وقتی من کانتر بازی کنم، بازی های مثل کژوال، کامپتیتیو، ریتکس و همین ریتکس سرور حساب نمیشه. این بازیایی که باد توشون نباشه و بشه راند وین کرد و پلیر توش باشه، یه کوین حساب میشه. کوین ها چجوریه؟ من هر 2 تا راندی که وین میکنم بهم یه دونه کوین میده. الان من 40 تا راند وین کردم، بهم 20 تا کوین داده. شما توی هر روز میتونید 25 تا کوین در بیارید حداقل، یعنی باید 50 تا وین داشته باشید توی روز. میتونید تا اونقدر داشته باشید، کمتر هم باشه پولتون رو بهتون میده، ولی بیشتر از 25 تا نمیده. مثلا ناکنید دارم میگه کویناتو گرفتی. این از این. من این کوین رو به دست میارم، میتونم کوینم رو نگه دارم یا برم باش خرید کنم یا جمع کنم. مدل های مختلفی دارم. اینجا خب ما یه سری بازی ها داریم که این کوین ها میتونن زیاد شن. دوران من گیم ها رو برم بهتون توضیح بدم. از کلاس گیم شروع کنیم. این گیم اینجوریه که شما باید بیاید توی استور و حداقل 50 تا کوین داشته باشید. بیاید روی پرایس، این 50 تا به اندازه 50 تا کوین اسکین ببندید. به اندازه 50 تا کوین، مثلا 5 تا از اینجوری ببندید. حالا اسکین نیست فعلا من بخرم. 50 تا کوین به بالا ببندید. من 50 تا کوینی که میبندم 1% از این آیتمایی که اینا گذاشتن من میرسه. اینا همه آیتم فروختن. کسایی که آیتم میفروشن اینجا توی قرعه شرکت میکنن. هر کسی که عکسش توی این قرعه بیفته برنده تمام اسکینا میشه. مثلا ایشون این اسکینا رو گذاشته و ایشون هم این دوتا رو. هر کی عکسش این بالا بیفته آخر، اون برنده میشه. گیم بعدی کویک گیم. گیم بعدی هم خیلی شبیه کلاسی گیمه، ولی فرق داره یکم. اینجوریه که 3 نفر هستید، یه عکس 2 تا میفته، یه عکس یه دونه. اینجوری 3 نفر دوئل میکنن،
عکس یکی میفته، عکس یکی از همه بیشتر میاد. اما نکنید برای مثال عکس ایشون اومد، خب عکس ایشون اومد دوتا، ایشون برد. این مثل همون گیم دبل گیم 3 تا رنگ داره بچه. برای بت کردن حداقل به 10 تا کوین نیاز دارید تو این بازی ها، حداقل به 50 تا کوین نیاز دارید. از این بازی به بعد نیاز به 10 تا کوین دارید، حداقل برای اینکه بازی شروع شه 10 تا کوین نیاز دارید. 10 تا کوین شما که بذارید، اگه روی قرمز یا مشکی بذارید یه ساعتی داره. ایشون روی قرمز میذاره، ایشون روی مشکی، یه آدمی رو مشکی میذاره، گردونه میچرخه. اگه شما یا میتونید روی قرمز بذارید یا روی مشکی، یا رو قرمز و سبز بذارید یا رو مشکی و سبز، هر چقدر که میخواید. اگه گردونه بچرخه مشکی بیاد یا قرمز، پولتون 2 برابر میشه. ایشون تو مشکی گذاشته، اگه مشکی بیاد ایشون پولش 2 برابر میشه، 18 تاش میشه 26 تا. ایشون مثلا 50 تا گذاشته، اگه قرمز بیاد پولش 2 برابر میشه. الان اینجا رو ببینید، الان عدد 6 میفته، 6 افتاد. پولا اینا 2 برابر شد. این 50 تا شد 100 تا، این 50 تا شد 100 تا، این شد 40 تا. همینجوری اگه بذاری رو سبز و سبز بیفته، پول 14 برابر میشه. یعنی 10 تا بذاری 140 تا کوین تحویل میگیری. این از این گیم. اسلات گیم چجوریه؟ یه گیمیه که شما، من خیلی از دوست نکشتم بیرون و خیلی گیمه خوش شانسی نیست. شما 10 تا کوین که بذاری گردن میچرخه. خب این گردونه که به چرخه، اگه این ردیفان مثلا آیتم مختلف داره، اگه 100 تا، اگه 3 تا از این اسنایپ ها بیفته، درامون لورا بیفته، پولتون 100 برابر میشه که شانسش خیلی داره. اگه M2 بیفته 3 تا 50x، AK بیفته 25 تا، نایف بیفته 5 برابر. اگه باکس بیفته هیچ بد نمیده، لایناتو میبری. اگه هم پینوت بیفته 10 برابر میشه، 7 برابر میشه. این واحد پولاشه. کرش گیم چجوری؟ گیم کرش گیم یه تایمری داره که خیلی رندوم. من توی اینجا برای بتنس 10 تا کوین دارم. وقتی من 10 تا کوین بذارم، اینجا یه عددی من میتونم تعیین کنم. برای مثال 1 و 10 شروع میشه به بالا. من پولم اگه 10 تا بذارم روی 1 و 50، 10 و نکنید اگه این ساعت 1 و 50 برسه، پول منو میذاره کنار. الان نکنید شد 360 میذاره رو 1.15، پولشو گذاشت کنار. وقتی بازی تموم میشه این پولشو بهش میده. اگه مثلا نکنید بچه 360 گذاشت 15، 1 و 15 ایسش رو 400 تا، 10 تا من گذاشتم 1 و 50 ایسش میشه 15. 10 تا کوین ها میگیره بهم 15 تا کوین میده. اگه ساعت این مثلا الان تا 5 رفت، اگه روی یک کرش مثلا نکنید این روی یک قرمز شده، اگه روی یک قرمز کنه شما هیچ پولی نمیبرید. مثلا اگه ایشون الان پول نبرد، اگه نیفته دیگه بهش نمیفته، باخته. الان ایشون هم بهش افتاد، همه الان بهش افتاد. بچه کرش خیلی شانسیه. الان مثلا یک کرش روی 2000، یک کرش روی 1 و 13، خیلی شانسش کم. الان ببینید چقدر رفت، اینا همشون بردن، انقدر شانسش کم. بازی بعدی تویست گیمه که اینجا خودش نوشته شما 10 تا میذارید، روی هر کدوم این رنگا بیفته به انقدر پول میارید. اگه 10 تا گذاشته باشید ضرب در 2 میشه، قرمز بیفته ضرب در 3 میشه که الان قرمز میفته نظر من که نیفتاد. اگه سبز بذارید 5x میشه پولتون، یعنی 5 برابر. اگه زرد بیفته که فقط یه دونه ازش هست، پولتون 50 برابر میشه. یعنی خود خوششانسی، من اگه 10 تا بذارم پول 10 5 تا 50 تا 500 تا کوین بهم میده. حالا بریم ببینیم اینا چی هن. شما میتونید دلار رو ایناتون هم تبدیل کنید به کوین. این از این میتونید کوین هم تبدیل کنید به این، بریزید تو ولتتون. شما اینجا داریم به اسم اسکین. من میتونم اسکینامو به کوین تبدیل کنم. مثلا اگه اسلیت من 500 تا کوین من دیپوزیت کنم، 500 تا کوینم به اینجا فروخته میشه. خب ایشون 500 تا کوین میده به من. 500 تا کوین هم آنی نمیده، همونجور که میگه تو قانون جدید CS آیتم ها رو میتونید 7 روز بعد اینکه تحویل بدید پس بگیرید. برای اینکه من آیتمی رو ندم بهش، کوینش رو بگیرم و بهش آیتمی رو برنگردونم، ایشون نصف پول رو الان به من میده، نصفش رو 7 روز دیگه بهم میده. این از این. حالا دیپوزیت هیستوری چیزایی که من قبلا فروختم، حالا من فروختم کنسل کردم، ارور خوردم و اینا. توی استور میتونید خرید کنید. حالا خریدش چجوریه؟ شما قیمتا گرونه روی پرایس میزنید. این یعنی
شما یه تیک اینجا داری، این تیک رو بزنید آیتم رو بهتون آنی تحویل میده. یعنی من اگه این آیتم رو بخرم میتونم همین موقع تریدش کنم. ولی اگه این تیک رو بردارم مثلا، میبینید این چارمه قیمتش ارزون شده ولی 2 روز دیگه باز میشه. چجوری 2 روز دیگه باز میشه؟ ایشون میاد تو ولت من خریدم اینو الان، پولم شد چند تا 12. این الان 2 روز اگه اینجا بمونه من میتونم اینو بر خودم ترید بدم. تو این 2 روز احتمال داره بقیه بخرن اینو، هیچ چیزش معلوم نیست. تا اینجا فکر کنم گرفتید. اگر هم این تیکو نزنید که ببینید روزش چقدره. مثلا این آیتم روی این حالا همین آنیان، این مثلا فردا باز میشه، این الان باز میشه، این فردا باز میشه، باز می نویسه دیگه. یه جایی داریم مثل استش. شما وقتی آیتمی رو میخری، مثلا من آیتم میخرم میخوام یهو تریدش بدم به خودم، این میاد تو استش من، همونجوری که خریدم و دیدید میاد توی استش من میمونه و من میتونم تریدش بدم برای خودم. اگر من آیتمی رو بخرم که بعدم بهم بخواد تحویل بده، مثلا این 2 روز مونده تا تحویلش، 2 روز توی استش من این باید بمونه تا من بتونم اینو تحویلش بگیرم. این از استش و اینا همه چی هم داره بچه‌ها. از ایجنت بگیر، کیس بگیر، کلیپ بگیر، موزیکی بگیر، همه چی داره بچه‌ها. از دم و یه سایتیه که بچه‌ها دوزی موزی نداره توش، جز سایتاییه که میشه واسهش پول در آورد. توی ستینگ هم میتونید چیزا رو ببینید. اینجا حالا ترید لینکتون رو بذارید که من گذاشتم، اینم اینفو بهتون حالا یه سری چیزا رو یاد میده. پیچ ساپورت هم که چی. حالا تو فری کوین قسمت داریم پرومو کد. تو این پرومو کد یه سری کدا خود ایزی اسکین میده. شما اگه این کدا رو بزنید بهتون یه 20 تا کوین رایگان میده. توی ماه یه نمیتونید بگیرید، من همین زدم اینو. بچه‌ها این از ایزی اسکین. حالا این کوینا رو من براتون توی کلن خودم میذارم. من دارم یه دونه کلن توی استیم دارم که لینکشو براتون میذارم توی دیسکریپشن، حتما چک کنید. یه کلن دارم به اسم دکستر زون. اگه یعنی 2 تا پلیر توشن، ایلیا دکستر و نیکان امزه. بچه ما 2 تا اونرای این سروریم، در از اونر منم، ایشون رفیقمه دیگه پیش من. شما بچه ها لینکشو میذارم، وقتی شما به این لینک بیاید، لینکشو براتون میذارم الان. شما وقتی به این لینک بیاید تو دیسکریپشن براتون هست، شما عضو کانال من میشید. حالا چجوریه؟ کانال من 3 تا بخش داره: خونه، گیفت، نیوز. گیفت یعنی چی؟ من پرومو کد میذارم، خبر میدم بهتون، نیوز توش خبر میدم که قرار ویدیو بزنیم فلان میذارم و این در چرت و پرتا. گیفت زم یعنی هدیه. من هر هفته توی چنل خودم، همین کلن خودم، اگه به حد نصاب برسیم، یعنی حداقل بشیم 5 تا 6 تا، من هر هفته براتون یه اسکین رایگان میدم. یعنی شما میاید اینجا، الان شرایطش هم میگم چجوری. من یه قرعه میندازم، به هر کی افتاد اونو میبره، جلویش چشم شما هم قرعه رو میندازم، اون اسکین رو میبره. اون اسکین میتونه 5 سنت باشه، میتونه $1 باشه، میتونه $2 باشه، میتونه $3 باشه، معلوم نیست. باید ببینم چجوری میشه. تو قسمت هوم اگه برید، من یه سه چیزا نوشتم. ببینید اول اسمتون این علامت باید بیاد، DXR. اگه میخواید از این جایزه بهره مند بشید، این علامت تو اسمتون بمونه. مثلا برای مثال اسم من محمده، محمد، DXR خط تیره محمد، این میشه اسم من. حالا شرایط ورود به این چیه؟ علاوه بر اینکه اسم استیمتون باید این شکلی شه، اسم منو میتونید چجوری عوض کنید. میاد تو قسمت اینجا استیم، روی پروفایل خودتون ویو پروفایل رو میزنید، این صفحه براتون باز میشه. ادیت پروفایل رو میزنید، حالا میرید تو قسمت جنرال، اینجا اسمتون رو میتونید عوض کنید. وقتی عوض کردید سیو رو میزنید، خیلی راحت. خب شرایطش چیه بچه ها؟ من دارم هر هفته براتون فعالیت هایی میخوام بکنم که آره دیگه نیاز برای یوتیوب و اینا، و دارم ویدیو میذارم اینا. شرطش برای ورود به اینه که شما توی این کلن عضو باشید و وقتی من ویدیو میذارم، معمولا چند توی که مثلا من اینجا ایلیام، تو یوتیوب هم ایلیام، وقتی مثلا من اینجا هستم ویدیو خودم رو لایک میکنم. وقتی شما ویدیو من لایک کنید و چنل من سابسکرایب داشته باشید و تو این کلن عضو باشید، میتونید از این جایزه بهره مند بشید. یه جایزه خیلی رایگانه و هیچ پول. مرسی که ویدیو من دیدید، امیدوارم مفید بوده باشه براتون و بتونیم با هم کنیم محتوای خفن بسازیم و
بتونم بهتون اسکینای رایگان بدم و ببینید همش رایگانه. من همیشه تو استیم هستم، هر وقت به پیام بدید بازی میکنم باهاتون و داستانهای طولانی به راهه. پس حواستون باشه دیگه، چنل رو دنبال کنید که اتفاق خیلی خفن قرار بیفته. قلب من تمنتون، مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدافظ.